امانت الهی هستند. کودکان شما امانت خداوندن دست شما. با این امانت های الهی چه میکنید؟ اینها بهشت و جهنم توست. پسر تو بهشت توست، دختر تو بهشت توست. پسر و دختر تو میتونه جهنم تو باشه. اما اگر به همین شیوه بریم جلو که نه تنها جهنم آخرت بلکه دنیا رو هم برای خودمون جهنم میکنیم. برای این که از کرونا فرار کنید از الله کمک بخوایم، تدابیر بهداشتی، پروتکل ها و شیوه های بهداشتی رو رعایت کنید و از الله کمک بخوایم. از دامن کرونا و از ترس کرونا به دامن مواد مخدر نرید، از چاله تو چاه نرید، از لجن به تعفن نریم که خودمان رو بیچاره کردیم.